روبولوژیکس قسمت اول. روبولوژیکس یک نرم افزار شبیه سازی ربات‌ها جهت طراحی و تقلید از دنیای واقعی آنها و برنامه‌های کاربردی ربات‌هاست. این برنامه به صورت بنیادی کامپیوتر شما را به عملکردی تماماً صنعتی و با دید سه‌بعدی از ربات تبدیل می‌کند که به وسیله آن می‌توانیم کارها و عملکردهای گوناگون را شبیه سازی کنیم. به وسیله روبولوژیکس شما می‌توانید آموزش ببینید، آزمایش کنید و برنامه‌هایی را که خودتون نوشتید اجرا و رفع اشکال کنید. روبولوژیکس به کاربر اجازه می‌دهد نرم افزار ربات را برای تست و آزمایش به صورت مجازی اجرا نموده و الگوریتم‌های آن را در جهت طراحی شتاب حرکت مفصل‌ها، سرعت و موقعیت آنها کنترل و به کارگیری کند. روبولوژیکس برداشتی از ربات‌های چند محوره را معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان آنها را جهت محیط‌های صنعتی شبیه‌سازی سه‌بعدی نمود. تمرکز اولیه این نرم افزار در جهت ایجاد خودکار پردازش‌ها و تایید آنها جهت برنامه‌ریزی، آزمایش و رفع اشکال برنامه‌های ربات هاست. کاربران با استفاده از روبولوژیکس می توانند به صورت تجربی در خصوص برنامه‌ریزی ربات‌های صنعتی به صورت آموزش محور در محیطی با شرایط سه‌بعدی تسلط پیدا کنند. برنامه آموزشی قدرتمندی است به منظور آماده‌سازی دانشجویان جهت فراهم‌سازی و امکان ایجاد درآمدهای مالی ده‌ها هزار دلاری در عرصه صنعت. شما جهت دریافت نرم افزار روبولوژیکس به آسانی میتونید به وبسایت این نرم افزار به آدرس www.robologics.com مراجعه بکنید و نرم افزار رو دانلود کنید. همینطور جزوه آموزشی اون رو به آسانی میتونید دانلود کنید. نرم افزار رو نصب کرده و سپس اجرا کنید. این محیط نرم افزاره که تو قسمت بعدی بیشتر دربارش بهتون توضیح میدیم. مهدی قشقایی، آذر 1393.